درود. چه ابرویی داره. از اون کلیپای موزیکی قراره گوش کنیم که خدا نه همگینه. همگین بعد چجوری وسط یا انگ شاد ما رو آوردی روی این؟ یا اون بر بود. بریم بره. جگرم سوخت. گریه زارزار گلبیبی تمام اینترنت را ترکان. صبر برای خواهر گلبیبی. قراره بریم یه آهنگ خیلی شاد، نه این بار متفاوت بشه. داره میگه زار زار بیبی گل داره گریه میکنه. درود بچه ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. انشالله که سلامت و شاد باشید. درود بر شما عزیزان، خیلی خوش برگشتید. بنده سینا هستم. منم پریسا هستم. در چنل پریفان میوزیک رسیدیم خدمتتون با یک آهنگ کلیپ ویدیویی که داستانی است. خلاصه خیلی غمگینه بچه‌ها. بشنویم ببینیم با هم دیگه و شما پیشنهاد کردید تا انتها با ما همراه باشید. لایک و کامنت هم فراموش نکنید. دمتون گرم. حاضرید؟ چه شده؟ ببینیم که از چه قراره. از کاور روی ویدیو هم همون دوستمون که مجری برنامه با کودکان در شبکه آسیا ایژیا تیوی پلاس هستن، مثل اینکه بازیگر این در واقع کلیپ هم هستن. ای گلکی اوچا، ای گلکی اوچا، وای دخترک به زبانی من الهیم خوشبخت شوی. وای خدا من صاحب تخت و بخش شوی دختری عزیزکم. وای مدیا بیاتا کلان کردم دختر جو. عروسی شد بخته که سفید خیر جونی اوچا. خدای خداوندو بخته که دختری من سفید برای خدا بخت ندادی. اقلا برای دخترکم بختی خدایو. همین دختری معیوبی من غمش خود. چه خوب بازی میکنه. خدا بخت بینی دختر جونی من. دخترش عروس شده. گفتم عروس. چه ماشینای کلاسیکی. مرتفع رفتیم. ما را دو دری آوازخوانی زندگی تاج‌الدین محیدین خیلی خوب پیشواز گرفته از اومدنمان شاد شده. پروانه تاج‌الدین دختری سرآینده مرحوم دست پیشی بر خوش آمدید گفته ما رو به خانه تکلیف کرد. در خانه همگی مشغول صحبت و اطراف ثبت کینو کلیپ پروانه صحبتی گرم داشتند. چشم ما زود به هنرپیشه دوست داشتنی گلبیبی عبدالخیر و افتاد. آن کس با شوخی‌های نمکین ما را از خنده بیهوش کرده. چنانه که در نوار می‌بینید ما رو دیده زود از شوخی‌ها بیرون شده چند سخن ابراز داشتند. امروز تیاری هم ما با کلیپ پروانه. اینو من ببخشید استاپ کردم قبل از اینکه گلبیبی جان بخوان صحبت کنه. همون بازیگری که آچه مادر اول فیلم بود. آره ولی مثل اینکه خیلی ماهیت طنز داره بازیاشون. اما الان چون که زنده یاد شدن جناب تاج‌الدین، چون دیدم تو اخبار یکی از خواننده‌های قدیمی تاجیکستان بودن که شعرخوان و خواننده از این دلیا دیگه که معروفن و از دنیا رفتن. روحشون شاد باشه. کینو کلیپ فیلم بهترین باید شود. روزهای نزدیک انشالله روزهای نزدیک منتظر باشید. ساراجا خوش آمدید. اپای نوز خوش اومده. نازنین اپا و اکتریسای بسیار هم زیبای ما سارا عبدالخیر سر این دسترخوان اشتراک داشتند. پروانه دسترخوانی پرناز و نعمت آراسته بود و همراه ما در گرد دسترخوان ببینید مهربان برنده رادیوی نامداری آسیا پلیوس همراه بود و چند سخن کرد. کلیپ میکر برهان سفروف و یاردمچیش فاضل شاه نیز ما رو همراه بودند. در اینجا چی گپی راستی است؟ گپی سریوزنی؟ دختره که برای چی سوز کردی است؟ بشه کجا میبرن؟ عروس هم بیای؟ اوه دختر مسعود دوستم و نزدیکش ندادم. روزی ادامود. نگاه داماد 2 متر راست است. درست داماد. همین بچه خوشلو با عقلش نمیگی. کیستش نمیگی کیستا. چقدر خوبه این خواهرمون. یعنی سریع باید قشنگ چیز فیلمای شد. طنزشو ببینیم حسابی. معلومه این کار است. دقیقاً. پنجه شونه را یا نه؟ دختری من 10 تا پنجه شونه را. خالصا دست نمیگیرم. من رستم وقتی سرخوری نداشتم و دو این پریژیوت میکردم که آیا کلیپ چگونه میبرآمده باشد. با دوی کلونو ما خلاصه سیامکای کلیپ رو سر کردیم. من برادری مهربان، یعنی برادری داماد مهربان باشد داماد، اپای گلبیبی باشد آچای سارا و نوش باشد اکای سارا. خلاصه توی چه سر قشنگ توصیف میکنه. داماد به سری عروس رفت و در راه کودکچه ها راههای بستند
аҷоиб шуд неким акаи соро ва нуш аз мошин фаромада дарҳол танга дода кӯдакояд дур кард ва мо ҳамагӣ раҳсипор шудем ба хонаи мо. тақдири баъди арӯс дар он буд ки ӯ гунг буд, яъне арӯси гунг. моро зур пешвоз гирифтанд. давомаш дар кино клипи Парвонаи Тоҷиддин ба наздикӣ аз ютуб пешкаш мегардад. тӯи қадима ва расму русуми пешина чӣ қадар нағз будааст. мо рости он давра набудем, вале бароямон хеле шавқовар намуд. якчи ногуфта намонад, субҳ дар ин хонадон хоҳари Тоҷиддин Муҳиддини зиндаёд ширбиринҷ пухта назди мо меҳмонҳо оварданд. нисфи рӯзӣ бошад кабоб хӯрдем. моро аҷоиб меҳмондорӣ карданд ва мо аз апаи Парвона چقدر خوب توصیف میکنه. آره لحظه و لحظه موزیکه پشت موزیک صحنه ویدیوه. اون موزیک ویدیویی است که گفتن حالا بیرون میاد ببین چقدر زحمت و داره بچه‌ها. آره و اینکه میگه یه حالت نوستالژیک داشته دیگه. تم داره، قدیمی آفرین. بوده. شاید ما تو همیشه ما میگیم دیگه توی ریاکشن هایی که میکنیم میگیم شاید قدیم نبودیم، ولی چیزای قدیمی یه حس و حال دیگری داره. خیلی. ایشون هم گفت نقض بوده. аз замин то осмон دلنشین. минадор гаштем. ин мард дар навор ҷураиҷонии падари Парвона аст. бо алам чанд ҳарфи атрофи ҷураҷонаш гуфт, лекин гиря гулӯгираш кард. мо хеле ҳам зиқ шудем. хулоса агар заряди камераи мо намемурд, ман ҳамаашро ба шумо пешкаш мекардам. ассалому алайкум, хуш омадед бародаро ба идеҳаи мотепа ва хонаи акаи Тоҷиддин. ин инсон як шахсе буд ки мумкин асро гузара ба ҳамхели хофиз бо дар рӯи ҳамин саҳна бирояд. ин як шахси нотакрор шумо ба ин хонавода чӣ мешавед? ба Тоҷиддин Муҳиддин кӣ мешудед? ҳамсоя мешавем. мо ҳеҷ вақти гандагии одам надидем, ягон кор буда ки одам надидем. شناختیشون که جناب تاج‌الدین محی‌الدین یک خنده کنه گل، درسته. همون یک خنده کنه گل معروف. ҳеҷ мо якҷоя гузашт давраи кӯдакӣ ман дар ҳамин мотиқа дар ҳамин тӯри хокилои об ҳамроҳи ҳамроҳи акаи Тоҷиддин обод ҷон раҳмат. ҳар боре ба ёдтон мебиёяд зиқ мешавед? من باور که تو حاضره اینم تو حاضره که من موی تنم یه سختی که داره اینه که همسایه است، یعنی خیلی هر روز مثلا میبینن هم بعد توی دیگه یه رو. جای محلیه، یعنی آره. باش منطقه شهری فرق میکنه. خیلی ارتباطات خیلی نزدیک. سخته برای همسایه به نظرم تا حتی فامیل. ببین از صبح بخیر تا شبی که بخوای بری بخوابی هم با هم دیگه ارتباطات داری، سلام می‌بینید علیک داری، همدیگه همکاری، رو. دوستی. وای، آره. آره خیلی صمیمی بودن با هم. شده که همین خیلی سنو خیلی بلی ما رفتن و میشونیم بیسور بودن برای همین جمهوری ما تویشون بیسور دارن یا که تویشون بیسور имрӯз фарзандонашон пайрави каси падар чӣ гуфтанӣ? فرزندان شد فرزندان خوب کم کم خیلی کریسیان حافظی. پدر در رفته سیان خدا شکر فرزندان خوب برادراشون برادرای خوبه همه گردون کاملی ندارن ёдаш кардед? البته ما هم وقت در یاد ما هم وقت ما نمیگیم اینشون از جان رفتگی ما هم وقت در قلب ما در دل جگر ما قشنگ ما توصیف. میبینیم که این زورا بود سم میشیم که ما ایده های ما هم های ما خدا شکر بگیم دوشم هم خیلی یادم اینا خب اینا احتمالاً قسمت‌های از کلیپه. فکر کنم خواننده آهنگ پروانه تاج‌الدین محی‌الدین، پروانه محی‌الدین دختر همین جناب تاج‌الدین هستن، خواننده اصلی این درست. آهنگی که قرار کلیپش. این نامه رو برسون. آخ آخ آخ. اینجوری بود غیرت قدیمی و قد بلند بالا بلند. بدم یا ندم؟ چقدر لباسش خوشگله خانم.
رنگ لباس هر دوشون خیلی قشنگه. قشنگه. ترکیب بندی من رنگ عاشق نارنجی داره، نارنجی هم بچه‌ها. زنده است، خیلی پرتقالی. پر انرژیه. آچم میاد بالا سره. هر دوشون اینجورین. به خاطر هردوشون این اون نوشتن. اولش چیز بود، یعنی ناشنوا بودنشون گفت اونجا که گریه میکرد که مادر گفت. آره گفت گنگ انشالله هستن و خوشبخت بشه. اینها، چه ولی جالب، هر دوشون اینجوری. چه سناریویی، چه داستانی. آره. بابا دامادته. هنوز نشده. اوه چی واقعی افتاد. جناب مهربان پرت شد پایین. خب از اون ور فرار کن. بله توی اون ویدیویی که آپلود شده به خاطر اون مسئله کپی رایتش یکی داره مجبور شدن چکش میزنه. یک نه اون صدای مثل تبلی که زیرشه اون حفظ شده. گوش کن. بیا درست شد. خیلی دوست دارم. دخترک به زبانی من خیلی خوب بازی کردی اینجا رو. وای خداوند صاحب تخت و بخشمی دختری عزیزکم. وای مطیه به آتا کلان کردم دختر شد. فوق‌العاده است بازیش. خدا وقتی که سفید خیر جونی اونجا خدای خداوند وقتی که دختری من سفید کن. الهی آمین. برای خدا بخت نداری اقلا برای دخترکم بختی خدایا. آخه همین دختری معیوبی من غمش خود. صفا باشه مجلس این همه عروسی خوشحال و شدیم. اولش فکر بس. کردیم خیلی غمگینه. دقیقاً تم عروسی محلی حفظ شده. مادر عروس چه خوشحاله. قطعا یه ویدیو کلیپ جداگانه است که مکمل با بریم و ببینیم که آره، الان پشت از صحنه شدید. بانو پروانه خونده و چقدر هم خوش صدا بود دیگه، جا پای پدر گذاشته. آها اینا باید اون جایزه‌شون رو بگیرن. چه وای احتمالا از اون رسوم خیلی قدیمی آره. که بچه ها باید صف بکشن جلو عروس و داماد شاد باش بگیرن. دست هورا. ماشین عقبیه تو عاشقشی فکر کنم همینا. ماشینا چقدر نامده. از این عروسی هست اینا. برادر دامادی چرا نمیری؟ فکر کنم برای یه چیزی بدن. خروس مرغ گاو باید بگیری. نمیدی؟ رسمه. چه سعی شده به همه آداب و رسوم توجه شه تو کلیپه.
قصه ها داشته پس مادر عروس. وای وای وای. من به خاطر عشقایی که ریختی گفتی خدا به من وقت نداده به بفرم دخترم وقتت بده. باز شد تو خدا عروسی بهت گل وقت دخترت، بخت خودت هم باز شد ها؟ هجله است، ما میگیم هجله تو مگه فرهنگ. میشه خانم بره تو؟ یه همچین چیزی به نظر. قدیم ولی اتفاقا میفته. آره حداقل یه شیشه یه روزنامه یه چیزی میزدن پتو آویزون میکردن قدیما اتاقی که عروس و داماد میرفتن به عنوان حفاظ و که ما کلیپه رو ببینیم. بسیار خوش انرژیه بانو. خیلی خوب بازی میکنه. من عاشق عالیه. اجرا و آفرین. بازیگریشون بودم. الان اینجا خیلی بانمکه. چون اجراش هم ما بارها دیدیم آره. یعنی میدونیم که چه چی بود حس و اسم حالی داره. برنامه‌شون؟ سوپر چی؟ سوپر بچه ها. سوپر بچه ها. چقدر برنامه خوبیه، کلی کودکای باحال و پر انرژی که وایرال میشن توی فضای مجازی توی تاجیکستان رو میاره و خودش هم خوش انرژی، خیلی به اسمش میاد کاملا شخصیتش. مبارک ها باشه. دوست دارم آهنگ رو بشنوم. روی دخترشو من دارم میگیره ببینم. دیگه. آره. حیا باید باشه. این که همشو شنیدیم. فکر کنم که دوست دارم باید برم بریم خود موزیک آهنگ اصلی رو رو بشنویم، بشنوم. آره. کلی لذت ببریم دور هم و کیف چقدر کنیم. باحال و چقدر بچه زحمت داره یه بله. ویدیویی برای مثلا یک موزیک چقدر میتونه همه رو به کار فعال بگیره. کنه و دقیقاً. آره درگیر بشن کار. امیدوارم بتونیم و ویدیو اصلی و موزیک اصلیش هم بشنویم و کلی کیف کنیم و لذت ببریم از این آهنگ شاد نوستالژیک عاشقانه. آره منم خوشحال شدم یک روی دیگه ای از اون مجری رو دیدم که خیلی دوستش دارم و مرسی که شما تا اینجا با ما همراه بودید. روح جناب تاج الدین هم شاد باشه که دیگه نیستن در بینمون و خب حالا دخترشون روحشون هنرنمایی شاد. میکنه. دمتون گرم. قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی باحال دیگه. خدا نگهدار.